اینو میدی اینجاست هندی نه نگاه که به جاش برو وردستان شه نگاه ای به جاش تلفن گرفتستم این چیه از این چیه که تو مرا بگو که خطی گام میزنی با تلفن تو مرا هم خیلی نقل کنه نقل کنه خیلی با تلفن خطی کی گام زیسته بودی گاوزا تو مرا گاوزه بودم ما چی گفتستم تو را اینو یه زرد نکای کی زدگی بود تلفن زرد نکی زدگی اینم تلفن خیلی زرد نکی ده اینجا بود تو مرا بگو من خوزی من تو چون نمیگم تو سا فیانده من مرا بگو میگه خوزی من کم خبور مرا کی گام میزد حال زنان چگونه بود و شما خواندیم. این در مصرع‌های شعری البته در آوردگی هست. تا که از لطف الهی شد عیان طلعت پیغمبری آخر زمان. مکه را از روی خود پر نور کرد، از عربها این صفتها دور کرد. گفت حکم الله این است ای کرام، باید زنان را نماید احترام. این زنان خوشبوی چون ریحانه اند، این زنان شمع و چراغ خانه اند. زن اگر موجود در عالم نبود، در زمان یک نفر آدم نبود. دختران را دوست دارید از وفا، سلمه وارد نیارید از جفا. هر که از خود دخترش را شاد کرد، خانه خود در بهشت آباد کرد. هر زن دارد تقاضای حقوق، دختران را هستند دارای حقوق. من ز دنیا دوست دارم سه چیز، عطر و نماز و زنانی با تمیز. هست جانم زیر پای مادران، جان فرزندان فدای مادران. هر که نیکویی نماید با عیال، یابد اندر نزد حق رزق حلال. ای زنان و دختران شادی کنید، همچو سروی سوسن آزادی کنید. هست پیغمبر طرفداری شما، فاطمه نیز در بهشت یاری شما. دختران را مصطفی آزاد کرد، جمله زنهای عرب را شاد کرد. مرد و زن گویند تا یوم القیام، بر محمد مصطفی بادا سلام. یعنی چگونه ای که از مضمون این شعرها بیان می شود این که زنها تا دوره پیغمبر خدا البته در جفا بودن، در ظلم بودن، در عذاب بودن. از روزی که پیغمبر خدا مبعوث به پیغمبری شد، این زنها از این جفا و از این آزارها البته خلاص یافتند و حکم خدا نزد پیغمبر آمد که باید که زنها در حیات چگونه باشند. و الحمدلله که امروز چگونه ای که ما و شما آگاه شدیم چه حالت خوب زنان مسلمان را فرا گرفت. یعنی چه حقوقهای زیاد این زنها در دوره اسلام پیدا کردند. باید که تمام زنها شکرانه اسلام را کنند، شکرانه پیغمبر خدا را کنند، شکرانه قرآن را کنند که این گونه حقوقها را خداوند بر آنها روان کرد. پیغمبر خدا میگوید حبب الی من دنیاکم النساء والطیب و قرة عین فی الصلاة. پیغمبر خدا میفرماید ای امت اسلام، من از دنیای شما سه چیز را دوست می‌دارم. این حدیث صحیح پیغمبر است. این پیغمبر از دنیای شما میگوید. این پیغمبر از این دنیا خود بیزار بودند، حتی دعا میکردند اللهم لا عیش الا عیش الاخره.
خدایا این حیات دنیا، این عیش دنیا عیش نیست، این عیش دنیا لذت ندارد. خدایا برای من عیش آخرت را نصیب بگردان. میگفت از دنیای شما. امروز امتهای پیغمبر خدا چنگ به همین حیات زدن، چنگ به همین دنیای زدن، شیفته چنین دنیای شدن که پیغمبر از این دنیا بیزاری میکرد. امروز همین دنیا سبب شد برادران ما و شما در دکان بسته نمیتوانند تا که آمده نماز جمعه را ادا کنند. امروز همین حیات دنیا امت اسلام را به خود چنان جذب کرد، چنان با خود کشید که حتی که نماز نمیخواند، هیچ امرهای پروردگار را به جا نمی آورد. حالا که خدا در قرآن میگوید و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، خدا خبر میدهد، سوره حدید است. ای بندگان من، ای فرزند انسان، حیات چیست؟ دنیا چیست؟ دنیا این است که به منزله یک متاعی که شما را مغرور میسازد. نه لایق بر غرور است و نه ارز اعتمادی ها. حضرت مولوی میگوید همین دنیا میگوید نه لایق بر غرور است و نه ارز اعتمادی ها، نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. حتی همین حرفی را که خدا مرا داده است، حتی همین دنیا به همین حرفم نمی ارزد. میگن و ما هذه الحیات الدنیا الا اللهو واللعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا یعلمون. خداوند در دیگر سوره قرآن میگوید حیات دنیا این به منزله یک سرگرم کردن شما و به منزله یک بازیچه هست که طفل وی را بازی میکنه. مگر حیاتی که عیش دارد، لذت دارد، دائمی است، این حیات آخرت است. بازیچه است، طفل فریب، این متاع دهر. بازیچه است، طفل فریب، این متاع دهر. به عقل مردمان که بر آن مبتلا شوند. رسول اکرم گفتن از همین حیات شما من 3 چیز را دوست می دارم. بین این هم یکی از بلند بودن حقوق زن هاست که پیغمبر میگوید که اولین چیزی که من از دنیا دوست می دارم و احترامش میکنم النساء، این زن هاست. زنها را دوست می دارم، زنها را احترام میکنم، زنها را نوازش میکنم. در زمانه های پیش از پیغمبر زن دوست نمی داشت، مرد زن را دوست نمی داشت، زیرا وی به حیث شخصیت شناخته نمی شد. وی در حکم حیوان بود. و دوم چیزی که از دنیا من دوست می دارم، گفت پیغمبر، و طیب، این خوشبویی است. دوست می دارم که بدن امت من بوی خوش کند، بوی عطر کند. اینم پیغمبر گفتن دوست می دارم. و سوم چیزی که من دوست می دارم، پیغمبر گفتن این نماز است. دوست می دارم که دائم با نماز باشم. هر مهماتی که پیش من آید جای نماز را پرتایم و از خدای خود آن مهمات را حل نمایم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت. پیغمبر خدا فرمودند من بر شما ای مردهای امت
حقهایی را که زنها بالای شما دارند خبر میدهم. زنها بالای شما 5 حق دارند. یعنی هر یک مرد وظیفه دار است که این 5 حق را اجرا کند. اینا چیا هستند؟ پیغمبر گفتند ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن. یکم حقی که بالای شماست این است که وقتی که برای خود لباس میخری باید برای همسر خود لباس خری. وقتی بدن خودت زیبا میکنی از لباس باید که بدن زنی تو هم از لباس زیبا باشد. یعنی یکم حقوق مرد همین است که بدن زن را باید از لباسش تأمین کند. و دوم و طعامهن. دوم باید که زنها از طعام برخوردار باشند. یعنی وقتی که اگر شکم بی مرد وقتی که از طعام سیر باشد یا مرد در جای طعام میخورد باید که فکر عیال خودم داشته باشد. باید که خاندان او هم از طعام تأمین باشد. دوم حقی که بالای مرد هاست این است که باید که زنها از طعامم برخوردار باشند. لباس هاشون پوشیده باشد. شکم های زنها باید که از طعام سیر باشند. سوم وظیفه‌ای که بر ذمه مرد هاست ولا تضرب الوجه. پیغمبر گفتند وقتی که شما زنها را آداب میدهید باید که در چهره زنها شما نزنید. چهره زنها را باید که شما سیاه و کبود نکنید. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما خبر دادم که پیغمبر در حدیث های صحیح گفتند که یکی زدن در جای ملایمی زن باشد و آلات هایی که زن را زده می شود این باید که مسواک چوب باشد یا اینکه دستمال باشد. با دستمالش همین لطه هایی که ما و شما دست های خودم بعد طعام پاکیزه میکنیم تازه میکنیم. گفتن زنها باید که به همینها زده شود. و ضربهن ضربا غیر مبرح. یعنی چنان زنید که زنها را چنان آداب دهید که نه چندان سختی باشد. این لفظ پیغمبری خدا هست. انا سوم گفتم پیغمبر شما مردها حقوق ندارین که در چهره زنها زنید. و چهارم ولا تقبیح. شما حق ندارید که زنها را دشنامهای قبیح دید. این زنها را چگونه ای که امروز مردها خیلی دشنامهای قبیح میدهند که نه پدری او میماند نه مادری او میماند نه اولاد او میماند. البته حالت غضب است. گاه می شود که یعنی مردها غضبناک می شوند از حساب رفتارهای نادرست زنها، لیکن به هر حال این وظیفه مرد است و امر پیغمبر است که باید که مرد خودداری کند. مرد باید خودش را اداره کند. یعنی دشنام دادن مادری او پدری او یا اولاد او بر مرد هیچ نتیجه نمی آورد، هیچ فایده هم ندارد، بلکه در این دشنام دهنده گناهگار می شود. این چهارم حقوقی که زنها بالای مردها دارند این است. پنجم پیغمبر گفتند ولا تهجر الا فی البیت. یعنی وقتی که اگر زنهای شما با شما ملال شدند، زنهای شما با شما قهری شدند، حالان که این زنها حق ندارند که با مردها ملال ایستند یا با مردها قهری ایستند، زیرا که هر ثانیه و هر ساعتی که زنها با مردها قهری می شوند در لعنت خدا گرفتار می شوند، در لعنت ملائکه گرفتار می شوند و اونها با همه درد با همه بلا این زنها بعداً مبتلا می شوند. یعنی هر وقتایی که زنها
اگر مبادا با یک جنجال از مردها ملال شدند یا قهری ایستادند، در حال خوش به حال همان زنی که بخشش طلب میکند و حیات خود باز مثل اولش شیرین میگرداند. رسول اکرم گفت وقتی که اگر مبادا در بین شما اگر قهرگی پیدا شد یا اینکه شما خواهید که زنها را یک آداب دهید، یک تعلیم دهید، شما جایگاه خواب را از پهلوی زن جدا کنید. الا فی البیت، لیکن در همون خانه که زن خواب است، در همون خانه جایگاه خواب جدا کن. تو دیگر خانه و یا که از حولی بیرون نشو، زن در خانه تنها بگذار، بلکه همون خانه که شما خواب بودین برای آداب دادن زنها، یعنی برای آنکه زنها بفهمند که مرد از او ملال است، برای آنه که این عملی من، یعنی زن باید که اینه در خیالش گذراند وقتی که مرد جاگه خواب از او جدا میکند، یعنی گذراند که من یعنی کاری ناشایسته ای کردم که ملال شوهر من شد و او از پهلوی من جدا شد. باید که در همون خانه ای که زن خواب است، در همون خانه پیغمبر گفتند باید که مرد جاگه خوابش را جدا کند. این است حق‌هایی که 5 حقی که زنها بالای مردها دارند. البته چگونه ای که مردها بالای زنها حقوقها دارند و خیلی مرتبات بلند دارند، نگاه میکنیم که زنها هم بالای مردها باز حقوقها داشتند. و حتی اگر ما و شما نظر کنیم دیگر فضیلت های زنها این بود که چگونه ای که مردها در جهاد با پیغمبر خدا اشتراک داشتند، زنها هم در جهاد اشتراک داشتند. یعنی چگونه مردها در دست شمشیر می گرفتند برای دفاع اسلام، برای دفاع قرآن، برای پیغمبر خدا را محافظت کردن، زنها هم در دست شمشیر داشتند و در پهلوی پیغمبر خدا با این یهودی ها می جنگیدند. حتی که گروه زنهای در یکی از جنگ ها برای اشتراک کردن حاضر شدند. پیغمبر خدا میگوید حتی با این زنها خطاب کرد چرا شما با این جهاد آمده اشتراک کردین؟ این زنها گفتن پیغمبر خدا ما می توانیم که اگر مجاهدی که زخمی می شود وی را طبابت کنیم، می توانیم که از معرکه جنگ مردی زخمی را آورده در یک جای بی آزار و یک جای آرام آورده گذاریم. ما می توانیم که از آب این مجاهدها را تأمین کنیم. ما می توانیم برای مجاهدها خوراک بپزیم. پیغمبر خدا برای ما رخصت ده. پیغمبر به این زنها رخصت دادند. حتی حضرت انس میگوید در جنگ احد که مسلمان ها در این جنگ شکست خوردگی هستند، برای سخن پیغمبر خدا را که مجاهدها شکستند و آن جانبی را که پیغمبر خدا گو حمایه کنین که از این طرف خوف است، شاید از این جانب اینها هجوم کنند، سخن پیغمبر خدا را وقتی شکستند، یهودی ها از همون جانب به مسلمان ها هجوم کردند و در همین جنگ احد مسلمان ها شکست خوردگی هستند که 70 صحابه پیغمبر با سرداری حضرت امیر حمزه در اینجا به هلاکت رسیدگی هستند. حضرت انس میگوید من با چشم خود دیدم که در همین جنگ احد حضرت عایشه دختر ابوبکر صدیق زن پیغمبر خدا با همراهی ام سلیم در میان خود مشکهای آب میبستند و آورده در دست مجاهدها میدادند و آنها به حلق خود میریختند. یعنی این گونه یاردم ها زنهای مسلمان در دوره های پیغمبر خدا میکردند. رسول اکرم میگوید که من در جنگ احد وقتی به طرف راست نگاه میکردم یا به طرف چپ نگاه میکردم، ام عماره را میدیدم که در دست خود شمشیر داشت. این زن بود. ام سعد میگوید من در شانه همین ام عماره یک زخم چقوری را دیدم و از او پرسیدم این زخم از کجا پیدا شد؟ گفت در جنگ احد
وقتی اطراف پیغمبر خدا خالی ماند و ابن قیمه که خدا او را خار و ذلیل کند خواست هجوم به پیغمبر کند، من با همراهی حضرت مصعب ابن عمیر هجوم بالای ابن قیمه کردیم و از بس که وی دو زیره داشت و شمشیر ما با او کار نمیکرد و یک شمشیر در شانه من زد و این زخم چقور از ضرب شمشیر همون بدبخت است. و رسول اکرم پیوسته ام عماره را تعریف میکردند. بار میگوید در دوره های خلافت حضرت عمر یک چادر کلانی که خیلی قیمت کلان داشت و یا روی مال کلان بود، وقتی آوردند و به حضرت عمر گفتند این را برای کیلون خود ببر، یعنی به حضرت زن حضرت عبدالله، حضرت عمر گفتند من یک زنی را میدانم که پیغمبر خدا دائم و تعریف میکرد، توصیف میکرد، این ام عماره هست، این روی مال گو حقی او هست. یعنی برده به همین ام عماره روی مال را تسلیم کردند. یعنی از روی این حکایه ها هم معلوم شد که زنها هم در دوره های پیغمبر خدا در جهادها اشتراک میکردند. این هم فضیلتی زنهای دوره پیغمبر و این بلند مرتبگی زنهای حاضره ما و شما مسلمان ها را نشان میدهد. حتی رسول اکرم میگوید اللهم انی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأه. خدای مهربان من گناهگار میشمارم، گفت من گناهگار میشمارم شخصانی را که حق دو ضعیف را پایمال میکنند، یکی حق یتیم را، دوم حق زنها را. کسی اگر حق زنها را یا حق یتیمها را اگر پایمال کند، پیغمبر خدا گفتند اللهم انی احرج، من گناهگار میشمارم او را. و دیگر مسئله که در دوره های جاهلیت یعنی پایمال کردن حقوق زنها بود، این طلاق بود. طلاق در دوره های جاهلیت اهمیتش این بود که وقتی که اگر یک کار عادی ترینی که زن انجام میداد، یعنی اگر در او شوهر ناراضی میشد، نا گفته مرد که یعنی لفظ طلاق استفاده نکرده، خود زن طلاق میشد. یعنی دیگر طلاق در دست مرد نبود. وقتی همین زن عادی ترین جنایتی را که اگر انجام میداد یا عادی ترین عملی که وی باعث طلاق دادن نبود، وی خود طلاق میشد. لیکن در زمانهایی که پیغمبر خدا آمد و خداوند این حکم طلاق که در دست مرد داد، باید که مردها یعنی مثل دوره جاهلیت طلاق را استفاده نکنند. یعنی افسوس که امروز چقدر سوالهای زیاد نزد ما هست و چقدر مراجعت‌های زیاد از طرف جوانها هست که همه اونها زنهای خود طلاق دادند و امروز میخواهند که باز فتوای یابند، باز میخواهند راه یابند که با این زنها زندگی کنند. البته طلاق حلال است. چگونه پیغمبر میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است، لیکن بدترین حلال ها در نزد خدا به شمار می روند. از همه شما جوانای عزیز و از همه پدرهایی که در خانه صاحب کلین هستند،